حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند. نیست ایشون در حد مرجعیه، حقم نداره فتوا بده، بیرون در باشی. و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد، حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره میکنن بدن کسی میاد. کار شما مهمه، شما یه رسانه‌ای بسیار مهمی هستید. زیاد شدن آقای گاردیان اومدن. آقا یه جون داریم بیشتر که نیستش، اون جون مال رهبرمونه. در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده. صدق باز عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره؟ بکن اونو. ما ذاکریم نه، ما ذاکریم نه، همه سرباز رهبریم. آنها ستایشگران و سربازان سیاه‌پوش رهبرند. پاشو که داره دشمن به حالم میخنده. سربازانی انقلابی که درجه و لباس نظامی ندارند، دلباخته و مرید رهبرند و رهبر نیز دلبسته آنان. آره زجه بزنید، زجه بزنید. شاخص ولایت حیوانات هدایت با شعر و نوح همباز میکنم ازت حمایت. اینها خیلی نظرات رهبری رو سریع و رک و پوزکنده به مخاطب ارائه میدن و به اصطلاح بخشی از اون توپخونه رسانه‌ای بیت رهبری یا نهاد ولایت فقیه هستند که اون افرادی قرار هست مورد حمله قرار بگیرن یا تخریب بشن یا از اونها اعتبار زدایی بشه یا باید مهار بشن، اینها مورد حمله قرار بگیرن. توف به گور کسی که از مسیر شما جدا شه، واسه ما فرق نداره هر کسی دوست داره باشه. برداشت من این استش که آقای خامنه‌ای به این موج کمک کرد و آرام آرام میدید که هر قدر که هیئت‌ها بیشتر قدرت بگیرن، مداحان بیشتر قدرت بگیرن، به سود قدرت سیاسی اوست. کسی نگردد او در شب فتنه می‌درخشد چون ما. مداحان ستایشگر رهبر شبکه‌ای را تشکیل می‌دهند که رهبر و نهادهای قدرت نظام به آنها نظر دارند و آنها نیز نظر کرده رهبر جمهوری اسلامی اند. آقا کل این جمع هیئت با تو میبندیم عهد و بیعت با تو، جون میدیم کار کابت آقا، فرمان و اذن و رخصت با تو یا حیدر. ذاکران یا ستایشگران نام جدید مداحان است. در این بین مداحان نزدیک به رأس هرم قدرت سیاسی در نقش سربازان فکری رهبر جمهوری اسلامی نوعی از برداشت مذهبی را ارائه می‌دهند که ادامه وجود پیامبر اسلام و ائمه معصومین تنها ولی فقیه یا رهبر کنونی است. آنها دائما به نیروهای مذهبی و جوانان پای منابر خود القا می‌کنند که اگر بخواهند عزاداری و دینداری شیعیان باقی بماند، باید پشتیبان مطلق رهبر باشند و در برابر مخالفان او بایستند. غم ندارد ایران با سید خراسان، غم ندارد ایران با. در هر اتفاقی که میفته یک
امام حسینی درست بکنن که آقای خامنه‌ای هست و یک شمر و یزیدی هم درست بکنن بسته به هر موضوعی که میشه. مثلا در برجام میشه اوباما میشه مثلا یزید زمانه، حالا و مثلا حسن روحانی و غیره ممکنه بشن مثلا شمر و خولی زمانه. ای دشمن زهرا و علی ننگت باد، کمتر ای بی سر و پا زمزمه جنگت باد، که مرا زمزمه جنگ تو آزار دهد و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد، به خدا سرزتن نحس تو سرکش بزنم دفتر و میز و گزینه هایت آتش بزنم. برای نمونه در توافقنامه هسته‌ای آیت الله خامنه‌ای عملاً از نقش دولت ایران در رسیدن به این توافقنامه با قدرت‌های بزرگ حمایت کرد، اما در جهت دیگری به جهت اینکه مسئولیت این عمل رو بتونه نپذیره از مجموعه‌های مثل بسیجیان مثل مداحان استفاده کرد برای نقض این توافقنامه. بیچاره است آن کس که دل بسته به برجام است، خاک بر سرتون کنن. ایشون کاملا پشتیبان و همراه این مداحا هستند و به خصوص دخالت اونها در عرصه‌های سیاسی، حرف‌های تند و توهین‌آمیزی که نسبت به حالا منتقدین یا نیروهای به حاشیه رانده شده نظام به زبان میارن، می‌بینیم که دوباره این افراد میان دعوت میشن، حتی اجرای برنامه میکنن. وعده سربازای تو حرم زیبای تو کربلا. خدای به حق امیرالمومنین هر کسی به این رهبر خیانت میکنه، به آقامون خیانت میکنه، به این نظام، به این مردمی که واقعا به موقع تو میدان هستن و دشمن رو ناامید میکنه. هر کسی به این مملکت خیانت میکنه، هر کسی نقشه میکشه برای این مملکت و نظام این مردم، خدا برش نقشه بکشه. تا پیش از آغاز رهبری آیت الله خامنه‌ای در سال 1368 آیت الله خمینی که بعد از انقلاب سال 57 و سقوط حکومت محمد رضا شاه پهلوی حکومت جمهوری اسلامی را پایه گذاشت، نخستین و پرنفوذترین رهبر سیاسی مذهبی در ساختار قدرت ایران بود. او نیازی به ایجاد دستگاهی مستقل و وابسته به خود در کنار ساختار قدرت نمیدید. آیت الله خمینی خودش بالاترین مرجعیت دینی و سیاسی رو تشکیل میداد. همچنین آیت الله خمینی دارای نفوذ بسیار زیادی در جامعه بود و نیازمند نبود که برای تقویت پایگاه خودش و برای پیشبرد سیاست‌های خودش به مداحان متوسل بشه. ما در اون دوران شاهد یک جریان منسجم یا شبکه مشخصی از مداحا نبودیم، یک برنامه و خط سیاسی رو دنبال بکنن و کماکان در اون دوره مداحان فرع بر واعظان و خطیب‌ها بودن در مراسم مذهبی. در اینجا انتسابم با حسین است. در شهریور ماه سال 1359 عراق به خاک ایران حمله کرد. حکومت با کمک مداحانی که نوحه‌ها و اشعار حماسی می‌خواندند در کنار دیگر گروه‌های تاثیرگذار به دنبال تقویت روحیه جنگی در بین نیروهای مردمی و تشویق جوانان برای حضور در جبهه‌های جنگ بود. در سالهای جنگ ایران و عراق مسئله دفاع از وطن گره خورد به عواطف شیعی مردم ایران، چون از قضا ما با کشوری در جنگ بودیم که برخی از امامان شیعه در اون کشور مدفون بودند و طبیعی بود که شعارها، رجزها، نوحه‌ها و همه اون چه که برای تشویق مردم برای مشارکت در جنگ به کار گرفته میشه بی ارتباط با اون آرامگاه هایی که در اونجا هست نباشه.
دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا عمه بابایم کجا عمه بابایم کجا مضمون اکثر نوحه ها و مداحی های دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق القا و وعده رستگاری و شهادت بود، آن هم با شبیه سازی حادثه کربلا در سال 61 هجری قمری که برای شیعیان جهان روزی مقدس و حماسی است. در یک دهه اول بعد از انقلاب سال 57 در ایران در غیر از جبهه‌های جنگ بسیاری از مداحان و هیئت‌ها و مساجد تقریباً به همان شکل و شمایل سنتی گذشته عمل کردند. سنتی چند صد ساله که از دوره حکومت آل بویه و یا به گفته برخی از تاریخ نگاران از دوره حکومت صفویه رونق یافت و تا امروز هم بخش مذهبی جامعه همچنان در مناسبت‌های مذهبی در هیئت‌ها و مساجد گرد هم می‌آیند و به دور از سیاست‌های روز برخی از هیئت‌ها و مداحان گاه به سنت سابق و گاه با شیوه‌های جدید برای امامان شیعه عزاداری می‌کنند. تفاوت هیئت‌های سنتی و هیئت‌های حکومتی یک در سبک کار هست. اونها معمولا متحد به همون شیوه‌های قدیمی هستند که عزاداری آرام همراه با طمأنینه است. بیشتر به محتوا کار دارن تا به شکل و سبک کار. دومین تفاوت هم این هستش که اونها وارد مسائل سیاسی مصداقی و جزئی و جناحی نمیشن و بیشتر تاکیدشون رو بر انتقال پیام کلی رسالت امام حسین قرار میدن. یک سو طغیان ستم، یک سو آهنگ بلا، نه خروش آوایی، نه امیدی از جایی، یارب دلها خون شد از غربت و تنها. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 درگذشت. رهبر جدید نفوذ اولین رهبر را نداشت. او دومین رهبر ایران شد و پس از آن به او لقب آیت الله را دادند. حالا آیت الله علی خامنه‌ای باید تلاش می‌کرد نفوذ و جای پای خود را در ساختار سیاسی مذهبی ایران محکم کند. برای دومین رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای یکی از نخستین و مهمترین نهادها برای محکم کردن جای پایش در قدرت جامعه روحانیون و حوزه‌های علمیه بود. در حرکت این قطار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی باید دائم سهیم باشه. نمیشه عالم دینی خودش رو بکشه کنار یا به من ربطی نداره. چطور ربطی نداره؟ حکومت دین، حکومت اسلام ربطی نداره. علیرغم اینکه ایشون درس خارجی رو سالیانی داره ولی از این درس خارج هیچ شاگرد برجسته‌ای فارغ التحصیل نشده، تألیفات مهم فقهی ازشون منتشر نشده و نوع مراجعه مردم به ایشون مراجعه فرای از منصب سیاسیش در نظام جمهوری اسلامی نیست و به همین جهت میشه گفت که آیت الله خامنه‌ای دارای نفوذ سنتی در حوزه‌های علمیه به مانند دیگر مراجع تقلید و به مانند سلف پیشین ایشون آیت الله خمینی نیست. یه حاکمیت اینجوری رو وجود اومده. بنده عوام رو جمع کنم بکشم من کاری به این کارا ندارم. چرا کاری به این کارا ندارم؟ آقای خامنه‌ای به سادگی نمیتونست با همه روحانیون کنار بیاد یا با اکثریت روحانیون کنار بیاد، چون بالاخره یه چیزایی رو
باید مراعات میکرد که اندکی دشوار بود، ولی با مداحان راحت تر میتونست کنار بیاد. حوزه علمیه اسلام امروز نمیتواند با حکومتی که پرچم اسلام را برافراشته است، اسلام را عزیز کرده است، شریعت را از اندراس درآورده است، از انزوا خارج کرده است، در سطح بلندترین قله جهانی قرار داده است، از لحاظ اعتبار نمیتونن با او مخالفت کنن. بعد از چند سال از شروع رهبری آیت الله خامنه ای، گام دیگر برای تثبیت قدرت کسب مرجعیت دینی برای او بود. روحانیون حلقه فکری او تلاش کردند تا رهبر دوم جمهوری اسلامی را با کمک نیروهای امنیتی به جایگاه و نفوذ مذهبی رهبر اول برسانند. نیست ایشون در حد مرجعیت، حقم نداره فتوا بده، بیرون درواسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو مبتذل کردن، بچگانش کردن، با 4 تا بچه اطلاعاتی که راه انداختن. زمانی که نیازمند یک بسیج عمومی در جامعه هستیم در راستای مصالح نظام، مداحان معمولا نقش بسیار مثبتی رو در این زمینه ایفا کردند. برای مثال هنگامی که آیت الله منتظری یک رقیب به شمار میرفت برای رهبر ایران، مداحان تونستن در چند مناسبت بسیج قدرتمندی رو برای بستن بیت ایشون، برای محدود کردن فعالیت ایشون ایجاد بکنن. به ایشون پیغام دادم، متأخرا نخواستم گوش بدم. نوشتم مرجعیت شیعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده، بجاست این استقلال به دست شما شکسته نشود و حوزه های علمیه گیره‌خوار حکومت نشوند که برای آینده اسلام و تشیع مضر است. چون از کوچه پشتی اگه بخواد بره اونجاها بومدست، کوچه ها شلوغ، ترافیک داره، نمیتونه فرار بکنه. تنها جایی که میتونه راحت فرار بکنه همینجاست. اینجا رو رها نکنید. اگر جمعیت زیاد شد دور تا دور این خونه رو بگیریم تا این خونه زرار برای همیشه درش تخته بشه، با خاک یکسان بشه. بعد از هر سخنرانی که آیت الله منتظری داشت در انتقاد نسبت به برخی از مواضع آیت الله خامنه ای، مداحان در قم و به شکل مشخص مثلا کسی مثل آقای مهدی سلحشور که از حلقه حاج منصور ارضی به شمار میره، طلاب و غیر طلاب و بسیجیان و دیگران و عموم مردم رو بسیج میکردن برای ایجاد یک راهپیمایی خشونت آمیز در کنار بیت آیت الله منتظری. شبیه به همین نوع برخوردها با دیگر روحانیون و مراجعی که بعداً با نظام جمهوری اسلامی و یا رهبری آیت الله خامنه ای دچار اختلاف نظر شدند نه تنها رخ داد، بلکه برخی از آنان همچون آیت الله منتظری گرفتار حصر خانگی شدند. حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند. با گذشت چند سال از شروع رهبری آیت الله خامنه ای، او مداحان و به ویژه گروه خاصی از آنان را تقویت کرد و رفته رفته فاصله این مداحان با او کمتر و کمتر شد و رفت آمد آنان به دفتر رهبر جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر شد. پس از درگذشت آیت الله خمینی در سال 1368 و آمدن آیت الله خامنه ای و رسیدن او به رهبری، دقیقاً متفاوت با ذائقه آقای خامنه ای و باورهای آقای خامنه ای، فضای مداحی ایران بالکل مسیر جدیدی رو آغاز میکنه. خط رهبریت رو گم نکنید، بچه فاطمه رو تنها نذارید، خامنه ای عزیز رو تنها نذارید، و راجی ها رو گوش ندید،
از مداحان پیشتاز در حمایت از دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی مداحی شناخته شده به نام منصور ارزی بود. او عزیز رهبر بود و رهبر عزیز او. با شروع رهبری آیت الله خامنه‌ای، منصور ارزی در ابتدا از سیاست‌های دولت وقت اکبر هاشمی رفسنجانی انتقاد کرد. بعد از آن و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی انتقادهای او و شاگردانش از نیروهای سیاسی اصلاح طلب بیشتر شد. این انتقادها در دولت‌های بعدی نیز اوج بیشتری گرفت. که انتقادهای حاج منصور گاهی خیلی شدیده و گاهی میشه بگی که انتقاد نیست، ناسزاست. مداحی‌ها و مصیبت‌خوانی‌های منصور ارزی گاهی آمیخته‌ای از حطاکی و نفرین‌های سیاسی بوده و زبان تند او نه تنها سیاسیون بلکه برخی از چهره‌های فرهنگی و روشنفکران ایرانی را نیز در بر می‌گرفت. اون نامردی که مقاله می‌نویسه در روزنامه آفتاب که خود ولد حیز هستش، میگه اینا مصلحت اندیشیه. عبدالشیطان نگو عبدالکریمه، عبدالشیطان. مقاله امروزشو بردار بخون، میگه اینا مصلحت اندیشیه. ملعون خدا درد بده، فقط داد بزنی. به جهت اینکه یک روند سیستماتیک رو و روشمند رو ما داریم، نمیشه گفت که صرفاً و به شکل تصادفی در یک یا دو مورد یا سه مورد مداحی از شخصی مخالف آیت الله خامنه‌ای یا نزدیک یا دور از آیت الله خامنه‌ای انتقاد کرده است. عاشقی یک کلام عشق خلف حیدره، بیرق این قیام دست امام آخره، وارث این امام خامنه‌ای دلاوره. با حمایت‌های خاص جریان‌های پیدا و پنهان درون حاکمیت، برخی از مداحان و هیئت‌های آنان بزرگتر و در ساختار قدرت جمهوری اسلامی پرنفوذتر شدند. سازمان بسیج تشکیل دادند و برخی از آنان حتی با خود سلاح حمل کردند. با این وجود برخی از این مداحان در کنار نفوذ سیاسی در قدرت دست به بدعت‌ها و رفتاری در هیئت‌ها زدند که حتی صدای بخشی از روحانیون سنتی را درآورد. این نماد پرچمه، بذار مسخره کنم بگم ما داریم میرقصیم. رقاصم و رقاصم، رقاصه عباسم. برخی از آنها برای جلب جوانان انقلابی مداحی‌های مذهبی را به سبک ترانه‌های فارسی خوانندگان ایرانی در خارج از کشور تنظیم و اجرا کردند. مداحی‌های جدید به نوعی فرق چندانی با مثلا موسیقی‌های تند و حالا بر اساس حالا سبک‌های پاپ یا راک که مثلا در خارج از کشور حالا بعضن هست و در داخل هم همینطور نمی‌بینیم و این دو خیلی به هم نزدیک شدن، حتی با محتواهای متفاوت. و خب این قضیه باعث شد که جوانان بیشتری جذب این مداحی‌ها بشن و این مداحایی که این نوع کار می‌کردن و این یک قدرت اجتماعی به اینها داد. ولی در بعد دیگرش به نظر من این برنامه ریزی شده بود از سوی نهاد ولایت فقیه با دخالت شخص آقای خامنه‌ای که به تدریج این فضای سیاسی را به اینها داد. همه عالم بدونن من سگ عباسم. ماشاءالله. در برخی از مداحی‌ها و مصیبت‌خوانی‌ها نیز اشعار و واژه‌هایی به کار برده می‌شود که برخی از مردم و روحانیون آن را وهم اسلام می‌خوانند. یا حسین مده عظیم جدی گشته دمده، هر شب به شما من تک می‌زنم، تو جواب ندی پیامک می‌زنم. بخشی از روحانیت که اونها هم جزو
مدافعان مطلق آقای خامنه‌ای هستند و به نوعی بر تقدم ولی فقیه در حوزه‌های علمیه و روحانیت باور دارن، اونها هم از این مده‌ها حمایت میکنن. نوار منز سرم در منظر دکترا خطی و قاضی بود. ببینید این مداحان حکومتی یا این مداحی‌های سبک جدید انقدر اون مخاطبشون رو تحریک میکنن، تشریح میکنن، به شور میارن که کلا قوای عقلانیش تعطیل میشه و آماده میشه که اون میل به آشوب، میل به شورش، میل به تخریبش رو به اوج میرسونن. روانی حسین خطی شده از عشق حسین. که اگر مثلا همون لحظه اون مداح بگه که مثلا آقایی که بیرون واسطه مثلا یزیدیه و طرفدار یزید، اینو برید سرشو ببرید، ممکنه برخی از اونها این کار رو انجام بدن. حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره میکنن بدن کسی ها. ببین. و برخی از آنان نیز مصیبت خوانی ها را به مرحله‌ای رساندند که با رفتاری عجیب خود را به حیوانات تشبیه و یا صدای حیوانات را در می آورند. ثروت من همینه که سگ بچه یک دم حسین حسین نکنم هار می شوم. تقریباً از دهه 90 خورشیدی به بعد شیوه و سبک برخی از مداحان و هیئت‌ها دیگر در مسیر مشخص و مورد انتظار حاکمیت نبود. کم کم برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا را متهم کردند که در صددند به گفته آنان برای مقابله با فرهنگ عاشورا و انحراف در عزاداری‌های شیعیان در میان مداحان نفوذ کنند و با صرف هزینه‌های زیاد آهنگ‌ها و اشعار مورد نظر خود را وارد برخی هیئت‌ها کنند. به والله العلی العظیم بچه‌ها خیلی‌ها سرمایه گذاری کردن با دو واسطه، 3 واسطه، 4 واسطه، 5 واسطه از انگلیس خبیث و جنایتکار. خبراشو دارم، یعنی میتونم بگم فلانی از این گرفته، این از این گرفته، این از این گرفته، اینم از فلان کازینو داره تو انگلیس پول گرفته. خاک عالم تو سر من. پس از چند دهه آن بخش از مداحانی که مورد حمایت مستقیم نهادهای آیت الله خامنه‌ای قرار دارند، رفتار و عملکرد خود را با گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی تنظیم و نظرات او را از لابلای سخنرانی‌هایش دریافت کردند. به شما جامعه مداحان عرض بکنم، همونطور که گفتم کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هستید. رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در سال 1384 دستور تأسیس بنیادی بزرگ به نام دعبل خزائی را داد که با اختصاص ردیف بودجه میلیاردی هدفش حمایت مادی و معنوی از 10,000 مداح در سراسر کشور بود. بنیادی که حوزه فعالیتش به 31 استان ایران کشیده شد. تمام اون فربهی مسئله مداحی رو شما نگاه میکنید که سال 84 به اوج خودش میرسه، یعنی زمانی که رئیس جمهور مداحان به قدرت میرسه، محمود احمدی نژاد. طبیب برای امام شیر تجویز کرده است، گفت شیر بیارید شاید اثر کند. بخشی از حامیان احمدی نژاد و کسانی که کمک کردن رئیس جمهور بشه در سال 84 همین مداح‌های خاص بودن و همین هیئت‌های عزاداری خاص، و وقتی رئیس جمهور شد بالاخره بدبستونی به آنها انجام داد و کمک کرد به گسترش و رشد بیشتر این مداحی‌ها و این هیئت‌های مذهبی. محمود احمدی نژاد 2 سال شهردار تهران بود. هزینه عظیمی از شهرداری تهران خرج هیئت‌های سراسر کشور شد و بعدها که گفتن
300 میلیارد از پول شهرداری گم شده و بدون سند هزینه شده، برخی حدس زدن که این همون پول‌هایی است که بدون اجازه به حساب هیئت‌های کشور واریز شد و به مداحان کشور رسید. تا توجه بکنیم که احمدی نژاد خودش هم مداح بود، حتی در موقعی که استاد دانشگاه بود در دانشگاه مسند مداحی میکرد و خب طبیعتا خودش بخشی از اینها میدونست. برخی دولت محمود احمدی نژاد را دولت مداحان نامیدند که روح تازه‌ای به شبکه مداحان حکومتی بخشید. او از آنان حمایت کرد و مداحان از او. اما اونا بدونن من خاک پای سینه زن ابا عبدالله رو به خروار از این سیاستمدارای بیخاصیت عوض نمی کنم. این روابط نزدیک که به ماه عسل مشهور شده بود تا اوایل دولت دوم احمدی نژاد ادامه پیدا کرد. تهمت زدید، جوابتون رو دادیم، حق دیگه صحبتی ندارید، شما اخطار دارید، بفرمایید. به سلامت. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی را رعایت نکردین. بفرمایید. اما زمانی که برخی از حامیان سیاسی احمدی نژاد او را متهم کردند که سیاست‌های دولتش با رهبر جمهوری اسلامی زاویه پیدا کرده، مداحان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای راهشان را از احمدی نژاد جدا کردند و علیه او و حلقه یاران اطرافش مواضعی تند گرفتند. ما تو دستگاه امام حسینیم، ما داریم باهات حرف میزنیم، هی گوش نمیدی. شهرام برام نیستیم ما. خب آقای احمدی نژاد این همه احترام، این همه اعتراض، تو فوش ندادن مردم، خب بسه دیگه، اینو بذار کنار این یابو علفی رو. حیف خر او رگ لاتیمون هم گذاشتی واسه اینجور موقع ها. زاویه پیدا کردن مداحان نسبت به احمدی نژاد برمیگرده به یک مسئله اساسی تر دیگری و اون این که مداحان اساساً رابطه خودشون رو مستقیما با آیت الله خامنه‌ای دارند. رابطه مستقیم حفظ و تقویت و تثبیت اقتدار آیت الله خامنه‌ای است، نه شخص احمدی نژاد و نه هر شخص دیگری. فعلا قایمش کردن، پیداش کنن بچه‌ها میکشنش. فعلا تو هزارها حساب قرار گرفته این یهودی امت. گفتم هم هر کی بکشتش پولش من میدم. موقعی بود که احمدی نژاد متأخر که از اون مواضع گذشتهش فاصله گرفت، با رهبری دچار اختلافات شد، باز می‌بینیم که شدیدترین حمله رو یکی از همین مداح‌ها انجام داد و سعید حدادیان اومد و به نوعی اینو شکون در بین نیروهای مدافع رهبری، در بین نیروهای داخل نظام، و نشون داد که این احمدی دیگه احمدی سابق نیست. این عورتت زده بیرون، یعنی زشتی توه. یعنی تو ببین چی شده تو زندگی، این پرده رفته کنار، مشایی اومده بیرون. آقای احمدی نژاد میبرنشا، حزب الله اینجوریه. آنها مواضعشان را کاملا با آیت الله خامنه‌ای تطبیق می‌دهند و به همراه نیروهای خود در هیئت‌ها در نقش پیاده نظام و سربازانی انقلابی و خط مقدم در مقابل هر گونه اندیشه متفاوت با رهبر می‌ایستند و با آن مقابله می‌کنند. بعد از سرکوب زبانی و کلامی برخی شخصیت‌های سیاسی و منتقد حاکمیت از سوی شبکه مداحان حکومتی، بخشی از آنان در نقشی جدید با نیروهای امنیتی برای سرکوب مردم معترض همراه شدند. به نظر من این مداح‌های حکومتی
بخشی از همون جریانی هستن که حکومت میخواد به غلط و به کذب به خورد جامعه بده یا به خورد دنیا بده که اینا مردم هستن و خود مردم هستن دارن برخورد میکنن. مثلا در سال 88 اومدن خود این مردم بودن که بساط فتنه‌گرها رو جمع کردن. هیئت‌های سیاسی از یک جایی به بعد به صورت ابزار سرکوب عمل کردند و نه فقط ابزار تبلیغات علیه رقیب. یعنی اگر در گذشته دوگانه سازی امام حسین یزید می‌کردند، اگر در گذشته پای قیامت و جهنم و وسط می‌کشیدند برای حذف پاره‌ای از رقبا، آرام آرام وارد میدان شدن به صورت عملی. آقا یه جون داریم بیشتر که نیستش، اون جون مال رهبرمونه، اون جایی که باید پای کار باشیم هستیم، چه کف بیابون باشه چه کف خیابون باشه. کسی بخواد پشت ولایت فقیه بکنه با شیعه علی طرف حسابه، ما آماده ایم اشاره کنه حضرت آقا. ای خدا هر کسی داره خیانت میکنه به رهبر این مردم سید علی خامنه ای، ای خدا تو هر پست و مقامی است، اگر قابل هدایت نیست همین از سایری ششو بکن. بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 در ایران و بحث تقلب در این انتخابات از سوی برخی نامزدها و رأی دهندگان، شبکه مداحان حکومتی و هیئت‌های آنان در توجیه آنچه که آنان حمایت و دفاع از ولایت رهبر جمهوری اسلامی می‌خواندند، در مقابل معترضان بعد از انتخابات وارد خیابان‌ها شدند. این مردم با سینه خشک به استقبال گلوله داغ رفتن، قطره قطره خونشون رو دادن تا ولایت فقیه حاکم کردن. اون وقت یه مش بزغاله گوساله بیان در مقابل چشم مردم توهین بسته ولایت فقیه بکنن. نظامی که در سال 88 اعتراض مدنی مردم رو به صورت مسلحانه جواب داد و خب به اعتراف رسمیشون 5000 نفر بازداشت شدن و 10 نفر خونشون ریخته شد، ناگهان مداحا اینجور تبلیغ کردن که نظام مظلومه و معترضان به نظام ظلم کردن و حقشون بود که کشته بشه. ما می‌گذریم از جان رهبر چو دهد فرمان، والله که میمانیم مردانه در این میدان، هرگز نه هراسی. این مداحان حکومتی، این شبکه مداحان در اصل اون بخش توده‌ای اون دستگاه سرکوب حکومت هستند و همچنین بخشی از مبلغان و مشوقان نهاد ولایت فقیه و شخص رهبری و همچنین گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه محور رو ترویج میکنه. بعضی تا آخر عمر فقط میخوام بشینن بالا گود، فقط از ما که تو عرصه و میدان انقلابیم ایراد بگیرن. من قاطعانه میگم حضرت آقا به سیره امام عمل نکرد. امام بود. اینایی که فتنه رو درست کرده بودن برید بپرسید ببینید، خودش میومد وسط و حکمی که باید بده میداد. سخن در این نیست که یک مداح خودش به صحنه میره و به سرکوب مثلا معترضان دست میزنه، بلکه سخن از اینه که یک جریانی رو ایجاد میکنه در ضمن مداحی‌های خودش، در ضمن فعالیت‌های مذهبی خودش. این جریان موجب میشه که اون اهداف سیاسی مورد نظر در سرکوب اون اعتراضات پیش بره و به نقطه مورد نظر برسه. ببینید جمهوری اسلامی از ابتدا یک جامعه مدنی موازی خودش رو ایجاد کرده، یعنی فقط یک حکومت سرکوبگر رو ما ندیدیم، یک جامعه سرکوبگری هم درست کرده که از ابتدا تحت عنوان کلی حزب الله این فعالیت رو کرده. حزب الله بخشی از همان گروهی بود که با سازماندهی برخی از نیروهای مردمی که بخشی از آنان در هیئت‌های مذهبی و پای منبرهای شبکه مداحان حکومتی می‌نشستند، دست به سازماندهی برخی تحرکات مورد نیاز حکومت در مواقع لزوم زدند.
حمله به برخی سفارتخانه‌ها یا تجمعات دانشجویی و فعالان سیاسی و حتی روحانیون منتقد و یا مشارکت در سرکوب خونین سال 88 از نمونه تحرکات گروه‌های بنیادگراست که بعد از اقدامات خود نیز از مسئولیت قضایی و امنیتی برخوردارند. وقتی در هیئت‌ها این تبلیغ میشد که شما نباید امام حسین روزگار خودتون رو تنها بگذارید، یعنی شاید هزاران بار در صورت‌های مختلف فایل‌های صوتی هست شما گوش بدید، این مفهوم تکرار شده. این معنیش اینه که اگر یک روزی قرار شد کف خیابان یک عده بریزن و یه عده دیگر رو جمع بکنن، اون وقت شما هستید و تمام این روزه ها رو بیارید جلو چشتون. اون وقت اون روز کربلاست، اون وقت طرف مقابلتون یزیدیان هستن و شما بیان جمعش کنین. این اتفاقی است که در 88 افتاد. علی تنها وسط یه جاده با یه مش مردم بی اراده داره میره تنها و پیاده، یعنی از سرشون اونها با ایجاد رابطه بین اعتراضات موجود و ایجاد این ارتباط که این اعتراضات ادامه مخالفت با امامان شیعه و ادامه مسیر یزید و ابن زیاد و اینها هستند، با این شیوه تونستند جامعه و توده مذهبی ایران رو از سلسله اعتراضات، از جریان اعتراضات دور کنند و بلکه در نقطه مقابل اونها قرار بدن و عملاً ماجرای اعتراضات رو به خاتمه برسونند. جانم فدای سید علی، جانم فدا تا کور بشه هر کسی که نمیتونه ببینه. این مداحان حکومتی بخشی از ارتش ولی فقیه و رهبری هستند و در تمامی اتفاقات و تحولات سیاسی فعالانه هستند، از جمله در انتخابات. ای امیر عزت و شور، خودی منبع پرنور، دعا کن یه بچه هیئتی بشه رئیس جمهور. بگم چی باز بدون هیچ دلیلی میزنم به عدو سیلی، رای میدم به عشق رهبرم به آقای جلیلی. ستایشگران انقلابی آیت الله خامنه ای علاوه بر کارکردی که در فضای سیاست داخلی ایران دارند، در اعلام مواضع سیاست خارجی زبان گویا و بی‌پروای او میشوند. اگر هزار گزینه به روی میز شماست، در این مقاتله امکان بازگشتی چنان زمین به دشمن که سرنگون گردد، زمین معرکه دریاچه میز خود گردد، دوباره بینی دشمن به خاک سخنرانی‌های آیت الله خامنه ای اغلب حاوی موضع‌گیری‌های تندی علیه آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای غربی است. بعد از این اتمام مذاکرات هسته‌ای شنیدم صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم. بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید. و گاهی شبکه ستایشگران انقلابی رهبر جمهوری اسلامی با تفسیر سخنان او دست به عمل انقلابی میزنند. در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده. نیروهای دو آتیشه طرفدار خامنه‌ای و پایگاه اجتماعیشون اینگونه القا میشه که آقا یعنی رهبری بنا به مصلحت‌های نمیتونه عین حرف‌هاشو صریح و پوزکنده در به اصطلاح تریبون‌های علنی بگه و این رو افراد خاصی اینو منتقل میکنن. داریم برای روز جهان همه نفس میگیریم، مدینه رو از آل تو به زودی پس میگیریم.
قطعاً بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد. دوباره بینی دشمن به خاک سپرد. من هشدار میدم به سعودی ها. نفرین به تو ای آل سعود عربستان، آل سعود است که در حال سقوط، فرمان بدهد رهبرمان کار تمام است، فرمان. انتقادها، ضدیت‌ها و گفته‌های تند سربازان فکری نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی گاهی فقط در حد رجزخوانی باقی نماند و همانند حمله به سفارت بریتانیا، تهدیدهای لفظی آنان نسبت به سفارت عربستان سعودی در تهران نیز عملی شد. 4 تا آدم با غیرت بلندشن برن اونجا کار تموم کنن، مرحله اولشو بیان. 4 بعد از ظهر دیگه بابا جون دیگه نشستید گوه زیادی میخورید اونجا. آقا جون مادرتون حرفا رو جدی بگیرید. اون مدارک اگر از اونجا بیاد بیرون، اونجا خوب تخریب بشه، منتها مهم مدارک و عکس و ایناست، بیاد بیرون اون سفارت حالا ها را نمیفته. یکی از مهمترین چهره‌های پشت پرده حمله به سفارت عربستان سعودی، حسن کرد میهن، مدیر چند مجموعه فرهنگی مذهبی و سخنران و مداح یک هیئت معروف در کرج بود. حرفو دقیق بفهمید، اگه کارا رو نکردید دوباره برگردید تو، هر چی مدارک هست بیارید بیرون، میخرم، پول میدم. ماشاءالله ماشاءالله. مهدی فیلم از داخل بذار، ها بچگی داخلن، اداتش روی داخل، فیلم خوب بذارید. صد باز عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره؟ بکن اونو برای من بردار بیار، اونو من میخوام، پول میدم پاک. عکسشو آتیش بزنید، وای سلفی بگیرید برای من بفرستید. بابا خودروها رو نمیسوزوندید، میآوردید. خب اون مدارک رو همه رو جمع کن بیار، صد باز پول میدم. حسن کرد میهن در زمان حمله به سفارت عربستان در سوریه بود و از طریق شبکه‌های پیامرسان اجتماعی حمله به سفارت عربستان را هدایت می‌کرد. یه نکته‌ای که این صوتی هم که من الان گذاشتم رو هم زحمت بکشید بعد از اینکه خوندید و مطالعه کردید پاک کنید، اینا منتشر نشه جایی. یک جایی قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه، فوراً پای حزب اللهی‌ها رو بکشن، مثلا قضیه سفارت عربستان که البته کار بسیار بدی بود. اینا رو ما تضعیف کنیم که فلان قضیه در فلان جا اتفاق افتاده است که اتفاق بدی بوده. بله، این رو بهانه قرار ندن برای اینکه جوانای انقلابی ما رو مورد تهاجم قرار بدن. بازم دم این جوونا گرم، جوانای هیئتی، جوانای مذهبی که رفتن اونجا دماغ این بی همه چیز فاسق رو به خاک مالیدن که خب آقا صبح فرداش فقط به موضوع عربستان و پلیدی‌های این دولت خبیث و فاسق پرداختن. انتظار نداریم آقا بیان تو این فضای بین‌المللی تایید کنن این کار رو، ولی تقبیح نکردن. رصد کردن علائم و نشانه ها و تحولات نشون میده که یک جریان سازماندهی شده و برنامه ریزی شده ای پشت سر این ماجرا هست، به معنی که 100% همه مسائل رو تعیین میکنه. و حال اون جریان که میشه گفت پایگاه اجتماعی بنیادگرایی اسلامی شیعه محور هست، یک تحرکات پایین به بالایی هم داره، ولی در سوق دادن اون یک سری اقدامات خاص، از جمله مشارکت در سرکوب خونین سال 88 یا حمله به سفارت عربستان و مسائلی از این دست، یا حمله به تجمعات دانشجویی در دوران اصلاحات، اینها مطابق یک سری برنامه ها هست، سازماندهی هایی صورت میگیره، افراد هماهنگی هایی رو دارن و ما میبینیم که هیچ وقت این افراد مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جدی واقع نشدن، از نوعی مسئولیت برخوردار بودن. متهم ردیف اول حمله به سفارت عربستان سعودی بارها در کنار نیروهای فکری نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی
و یا فرماندهان اصلی ایران در جنگ سوریه دیده شده است. کورت میهن یکی از افراد سازمان دهنده نیروهایی است که جمهوری اسلامی ایران با نام مدافعان حرم برای جنگ به سوریه اعزام کرده است. بخش مهمی از تبلیغات، سازماندهی و تشویق نیروها برای حضور در جنگ سوریه از سوی بخشی از شبکه مداحان حکومتی و هیئت‌های آنها و با نظارت مراکز امنیتی صورت گرفته است. شما از مدافع حرم هم که دفاع میکنید خیلی کار با ارزشی است. همین شعرهایی که خونده شد، همین حرفایی که زده شد، اینا خیلی با ارزشه، در این تردیدی نیست. کما که در دوران دفاع مقدس همین شعرهایی که خونده میشد، همین سرودهایی که گفته میشد، اینا خیلی تأثیر داشت. اینم امروز هم این تأثیر رو داره بلا شک. منتها در کنار این یک کاری هست که اون کار اگر اهمیتش بیشتر نباشه کمتر نیست و اون تقویت باورهای جوان هاست. مثل محسن و جنجیر باید از سر بگذری، اگه دوست داری بشی فدای زینب. منم باید برم، آره برم، سرم بره، نزارم هیچ حرومی طرف حرم بره. در جنگ 8 ساله هدف دفاع از کشور بود. تبلیغات مشوق مردم برای مشارکت در جنگ طبیعتاً آمیخته شد به مسئله کربلا، ولی در ماجرای سوریه از ابتدا به هیچ وجه حرم حضرت زینب در خطر نبود که نیاز به مدافع داشته باشه. ماجرا تظاهرات مردم علیه اسد بود. تبدیل کردن مسئله به دفاع از حرم به نظر من الگو گرفته از ماجرای جنگ 8 ساله بود. با نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بندید همراهان، این قافله عزم کرب و بلا دارد. در وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویر برخی از مداحان نزدیک به بیت آیت الله خامنه‌ای در لباس نظامی در سوریه منتشر شده است. آنها حضور خود در سوریه را در جهت تقویت روحیه مدافعان حرم زینب توصیف کردند. عمده این فرماندهان سپاه و بخش‌های تندرو سپاه که نزدیک به رهبری هستند یا نیروی انتظامی یا نیروهای بسیجی، یعنی فرماندهان بسیجی، اینها مشتریان این هیئت‌های مذهبی هستند که در اون مداحان حکومتی حضور دارند. دستگاه تبلیغات رسمی نظام دیده که رسیدن به کربلا در جنگ 8 ساله جواب داده و تونسته آرمان کربلا خیلی از بخش‌های جامعه رو فعال بکنه برای مشارکت در جنگ و در این حال تسکینی هم بشه برای خانواده‌های شهدا. خب چرا ما برای دفاع از دیکتاتوری اسد اینو به کار نگیریم؟ ما برای دفاع از اسد که نمیتونیم به مردممون بگیم که بیاید بچه‌هاتون رو بفرستید جنگ که مثلا از یه دیکتاتوری مثل بشار اسد دفاع بکنن. بهتره بگیم که حرم حضرت زینب در خطره. اون وقت راحت‌تر ما میتونیم بچه‌های مردم رو بکشونیم به این عرصه. جنگ داخلی سوریه فرصتی برای بازسازی ایدئولوژیک که بخشی از تشکیلات حکومتی مداحان نزدیک به قدرت بود
که بار دیگر به بازوی تبلیغات ایدئولوژیک رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی تبدیل شوند. ما ذاکریم نه، ما ذاکریم نه، همه سرباز رهبریم. فرمود اگر روید در آتش به سر رویم، سر هم اگر که خواست تعلل نمی کنیم. هر کس که در مقابل رهبر بایستد، در هر لباس و پست تحمل نمی کنیم.